الحمید. یک دیوانا نعوذ بالله ملنگا یا نباشه. اگر قبر ولی هست و پیش توی قدر قیمت داره باید اونجا دیوانه نباشه، اونجا آدمی هوشیار باشه. لیکن مردم ها دیوانا را مجاور جور کرد. یک نوع هشدار برای مسلمان ها بود، ترغیب بود برای جهاد. منظوری الله ای بود که الله آل عذاب به این کفار میده، به خاطری که علت یا اسباب عذاب بالکل مهیاست. یکی و دیگه طرف تیز کردن مسلمان ها برای جهاد بود. چرا؟ به خاطری که مسجد حرام در دستی طور مردم های کافر باشه، مشرک باشه. از همون خاطر بود که بعد از صلح حدیبیه پیغمبر علیه السلام چی گرفت؟ آمادگی بگه فتح مکه را، یعنی حمله بر مکه را گرفت. یک مرکز باید در پیش کی باشه؟ متقون، موحدین باشه. آلی الحمدلله حرمین در پیش موحدین است. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثریت از آن نمیدانه، یعنی عدم لیاقت خود درک نمیکنه که ما لایق از این هستیم. مستکی آلی همینطور است. در این طور مسجدهای بزرگ در کابل اینطور کسای اونجا امام مقرر است که مردم حتی دلش نمیشه نماز بخونه. چرا؟ خامون مردکه باز درک نمیکنه که مردم نمیاد. چرا نمیاد؟ خب مرا خوش ندارن. باید بگه که این خود کدام امر میراثی نیست، مردم خوش ندارم، من این را اعلام میکنم میرم. امامت کس مرا نمیگیره، میرم یک کاری دیگه میکنم. و ما کان صلاتهم عند البیت، نبود نمازی مردم به نزد بیت الله شریف الا مکاء، مگر چیسته طول زدن بود و تسلیتا چک بود. فذوقوا العذاب، بچشی عذاب بما کنتم تکفرون، به سبب از اینکه انکار کرده از دعوت حق، از توحید الله متعال. تمام عبادت های از یا برباد است. چرا برباد است؟ حالی یا خب بیت الله را تعظیم میکنه، احترام داره، مسافرین بیت الله را نوازش میده، واره خدمت میکنه و محنت عبادت هم میکنه. یکی از جمله آیات قرآن کریم که برای بطلان عبادت سینه میسته. عبادتی که به نقشه رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشه، عبادتی که عقیده توحید نداشته باشه. پس این یک هشدار بزرگ برای ما است. اگر کسی عقیده توحید نداشته باشه، 1000 ختم قرآن بکنی، 1000 حجم بکنی، تمام سال روزم داشته باشی، کل شبارم شبخیزی بکنی، هیچ قبول نیست به نزد الله متعال. الله میگه که عبس و برباد است. نبود نمازی از وا عند البیت، به نزد بیت الله شریف، مگر الا مکان، مگر طول زدن بود. نه. و تسلیتا چک بود. نه. قرآن مذمت از یارا بیان میکنه که عبادت الله به این سیستم میشه. عبادت الله یک رکنش عاجزی است. تذلل ایرا میگه که خدا عاجز بگیری و با کمال امی عاجزی تام با کمال محبت باشه. گاهی آدم از یک آدمی ظالمم میترسه، خدا چی میکنه؟ خلیکن محبت قطش داره، عظمت یزو در قلبش هست نیست. عبادت کمال تذلل میگه، عاجزی را میگه، خو امرای چی؟ محبت. خوف و رجام باید داشته باشی، تم ثواب برش داشته باشی و ترس از چی؟ عذابش داشته باشی. پس وقتی که کسی اشپلاقا میکنه این عاجزی میایه، سر رو صدا را میپرته، چکچکا میکنه، این حال شما سعی کنه. آلی امی مردمایی که دعوای طریقه و ایگپا را داره چی میکنن؟ راست تا نبگه چکچک است، سر و صدا است یا نه؟ هو میکنه یک دفعه، او یک اشپلاق میکردی چی میکنه؟ یک هو میکنه، کلی مردم ایران میمونه که چی گپ است. در باز خدا سری 4 نفر بزنه. برو بخیر. در اینترنت خوب است اگر کسی معلومات میکنه در این موارد، کلپ های مختلف از مملکت های مختلف گرفته میتونه، رقص های متنوع. چند متر دامن است؟ 20 متر شاید دامن باشه، نه که چرخ میخوره و بدبخت هیچ نمیفته. اون تمرین چی میگن؟ وجد است، وجد، غرق هستند عشقی کی؟ الله متعال. چقدر گپی خوبه. کی زده بود؟ حسن بصری رحمه الله. کسی برش گفت که این تو فلانی اینمیتر وجد سرش میاد، خیلی عبادت میکنه. گفت خوب، گفت خیلی خوب است. در سری موری دیوال گفت بالش شما ذکر شروع کنی که وجد سرش میاد یا نمیاد. در منزله که اولی میفته یا نمیفته، افتادن هم سری کی میفته خبرداری نه، چرخ میخوره باز میشناسه، دمو جا خودم میزنه.
الله میگه عذاب بچشه. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، یقینا الله او کسانی که کافر هستند مصرف میکنه مالای خدا، لیصدوا عن سبیل الله، که بند کنه مردم از راه الله یا نفسای خود از راه الله. فسینفقون، الله جلد در دنیا امو جزایشان میده، زود است که یا مصرف کنه مالای خدا، ثم تکون علیهم، بعد از باشه بالایشان حسرتا، باعث افسوس و حسرت، ثم یغلبون، بعد از مغلوب هم شود آخر. والذین کفروا الی جهنم، کسانی که کافر است به سوی جهنم یحشرون، جمع کرده میشه. الله خبر داد کسایی که کافر هستند مصرف میکنه مالای خدا، به خاطر از اینکه منع کنه مردم از راه الله متعال، مصرف ها میشه لیکن چیزی به دست نمیآید. نتیجه مشاهد یا به چشمی سر پیش ما دیدیم. روسا آمدن چیزی که از تو بود داشتن کلش چی کردن؟ قربان فدای افغانا کردن. لوله نفت و تیلش چی بود بگه؟ همینطور پایپ با آمده بود. پایپ آمده بود یا نه؟ روسا توسط جنگ شکست خورد یا توسط کدام امر دیگه؟ نه، توسط ضعف اقتصاد. روسا توسط ضعف اقتصاد از بین رفتن. در جنگ نه، جبهات فعال بود، بلکه دیگه نفران هم به خود پیدا کرده بود. جبهه پدر وطن و جبهه فلان و جبهه فلان، دفاع ملی و دفاع خودی و ایگه پا پیدا شده بود. یک بلس مجاهدین پیش آمده نمیتونست. خبر داری؟ یک بلس مشکل بود. روسا که شکست خورد، چیزی که داشتن جمع کردگی زمان لنین هم همیجا مصرف کردن، اما بگه به باد هوا رفتن. قرآن میگه فسینفقون، آزود است که یا مصرف کنه، ثم تکون علیهم حسرتا. اما جنرالش کتاب نوشته کرده یا نه؟ افسوسای خود ظاهر کرده یا نکرده؟ که تباه شدیم، در بدر شدیم، یک قدر کار کردیم، آخرش هم هیچ نتیجه نداد. ثم تکون علیهم حسرتا، بعد از اون مایه افسوس برشان جور میشه. ثم یغلبون، بعد از اون چی میشه؟ چه رقم مغلوب شدن روسا؟ گلم کمونیسم از جهان چیده شد. ممالک آسیایی هر کدام برای خود اعلان چی میکرد؟ آزادی. آزاد شدن یا آزاد نشدن؟ آزاد شدن. این بلای فعلی ایمان است که از او سری دنیا حرکت کرده آمده. خو خیلی هوشیار است. این بدبخت بلای قدر هوشیار است که کل مصارف جنگ افغانستان در دوش خود نگرفته. اول خو گرفت ناتو رقتی خود چی کرد؟ یک جای کرد. از او خاطر کلی مصارف سری خود امریکا نیست. یکی. دوم این هوشیار به خاطری است، این هوشیار به نام از این نامد مثل کمونستا واره که الا ما قانون اسلام برملا میکنیم، گیروی غلط است، هر کس که زمین زیاد داره او را ده فقیر میدیم، اینطوری کارا را شروع کرد که یک ده مردم در مقابل چی شد؟ قیام کرد. این بدبختا میگه برای صلح شما آمدیم. برای چی آمدیم؟ بسیار مردمی ما نه همراهشان است. خب ما میدانیم ان شاء الله اگر ادامه پیدا کنه، ای که میگه که نه باید امضا شود پیمان استراتژیک، خودی امریکا نمیخواد که امضا شود. خود ایره بفهمی. فهمیدی؟ اصلی مطلب باید بدانه. قرآن شما را هوشیار میسازه. امی مصارف خودش که سری خودی امریکاست، گرفته کمرش چی کده؟ میده کده. اول خوی طور فکر میکرد که مردم افغانستان یک کمی غیرتی است، جوشی است. امی در جرگه که جمع شوه میگه که نمیخوایم، برای ما بانه جور میشه، روی سرخ میریم. خبر نبوده که دلارای شما مردم این بی غیرت کرده که امی آواز هم بالا نمیکنه. یا هیچ اقدام نکردن. کی نکردن؟ کرزی سیما گفت که فکرت باشه را جور کراره که ما بگریزیم، دیگه توان نداریم. ما یقین داریم که توان نداره. ما یقین داریم اگر هر قدر عملیات ها را، هر قدر گپا را یا میکنه، ملت ما دیگه مشیار شده میره. مکاید و دسایسی مردم اما کمل میدان. مصرف های مالی از یا صورت های متنوع داره. گاهی خود مصرف علنا میکنه، جایی که مرکز فحاشی و مرکز بیدینی است یا تقویت میکنه، پول برش میده. در افغانستان چند چینل تلویزیون است. اول خودی مملکت چقدر ساحه داره؟ ایره برای ما بگوی نفوسش چقدر زیاد است.
لیکن بعد از اون چینل تلویزیونیش بگویی که چقدر است. از ولایت ها کده زیاد است. فکرتان است یا نه؟ چرا؟ این از کجا تمویل میشه؟ چه قسم میشه؟ منظورشان اینه میست. دوم قسم مصرف های مالی از یا به عنوان چی است؟ مؤسسات خیریه، مکتب جور میکنه، کلینیک جور میکنه، سربند جور میکنه، اما در زیر پرده هدف شومیش چی هسته؟ بگوی کار کده رویست. خب لیکن من یک خواهش از ملت دارم، یک خواهش است که خیر است غم اولادی تا نبخوری. اگر زیاد وقت روان نمیکنی در یک ماه رمضان و در یک زمستان در درس قرآن و حدیث بشانیش. خلاص باز یا آمده بره بگو بیای بگو، باز غمش نکنی ان شاء الله. یک روز دست به فرق سر گرفته او فریاد بزنه. چی بزنه؟ ای امریکا باقی نمانه، ټوټه شوه او میشه ان شاء الله او میشه. این وعده قرآن است. قرآن چی میگه؟ ان الذين كفروا یقینا کسانی که کافر هستند ينفقون خرج میکنن اموالهم مالای خدا لیصدوا که بند کنه مردم عن سبیل الله از راه الله متعال، از فهم دینشان، از عملی کردن دینشان. ما را بند کده رویست یا نه؟ بند کده رویسته. حدود یک دانم جاری نمیشه. جاری میشه؟ نافذ میشه؟ نمیشه. دیگه گپارم آورده از کتاب دری ما کلمه جهاد در جایش جواری میاره. چی میاره؟ از که الفش الله جایش چی آورده؟ انار آورده. خبرداری نه؟ این مبارزات است، این گپاست. خو ان شاء الله اگر یا این کار را میکنه که کتاب دری ما را تغییر میده، مردم ما ان شاء الله در اصل کلام الله رجوع میکنه. در اصل کلامی کی؟ الله رجوع میکنه. بری خردکار آلی پرسان کنی. من یک جای در یک مسجد ماشاءالله الله عمر بدم مولوی صاحب از یک خرده سوال کردم ما را الله برای چی پیدا کرد؟ گفت برای عبادت. من گفتم به کدام دلیل؟ گفت الله متعال در سپاره 27 سوره زاریات آیت 65 میفرمه و ما خلقت الجن والانس. یک تفلک خیلی خرد ماشاءالله. اگر ما واقعا تلاش بکنیم مسئولیت خود ادا بکنیم، این کوشش ها و محنت های کفار مکمل قطی خاک چی میشه؟ یک برابر میشه. و او بردمایی که سالا بغل داد خطی از و بغل غلامی و هم باز چی میشه؟ کمونستا واره دگروالا باز چی اشترو کرد؟ کچالو فروشی را. یک تعدادشی قدر هوشیار بود، ریشای طلا نمان ملا شد در مسجد. این روز آمده نیست، این را هیچ شک نداشته باشه. وعده قرآن کریم است. شرط از ایمان و عقیده بگوید درست خود ماست. اگر ما خود ساختیم این گپ آمده نیست. فسینفقون آزود است که مصرف کنه ثم تکون علیهم بعد از او باشه بالایشان حسرتا باعث افسوس ثم یغلبون باز مغلوب هم شوه. در جنگ بدر چقدر مال آوردن، چقدر اسلحه را آوردن، آخرشم چی شدن؟ والذین کفروا الی جهنم. نبر علاوه که در دنیا الله یار همونطور مایوس میسازه، محروم میسازه، محنتایشان قطی خاک یکسان میشه. در جهنم هم کسانی که کافر هستند به سوی جهنم یحشرون جمع کرده میشه. چرا این کار الله میکنه؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب. این جنگ جدل این گپا به خاطر چیست؟ امریکا از اونجا حرکت میکنه این جمعیت به خاطر چیست؟ به خاطر عزیز که الله معلوم کنه که خبیث کیست طیب کیست. الله اکبر. لیمیز الله الخبیث من الطیب که جدا بساز الله عملا در پیش نظر مردم. در علم الله خاص وقت معلوم است کی خبیث است کی طیب است، اما برملا میسازه آشکارا، عملا آشکارا میسازه در خارج و در بیرون. لیمیز الله الخبیث که جدا کنه خبیث من الطیب از طیب بالکل معلوم میشه. مؤمن از چیسته؟ منافق و فاسق و فاجر مکمل چی میشه؟ کلگی همینطور تمیز میشه کی کدام طرف حرکت میکنه کی کدام طرف. و یجعل الخبیث بعضه علی بعض. باز میگردان الله متعال خبیثه یعنی چیزی بده که او چیسته؟ شرک و کفر و کافر و فاسق است. بعضه بعضی از یار علی بعض بالای بعضی دیگرا. خبیث ها را یک جای میکنه. امریکا ما آمده، ناتو ما آمده، کلی از یار یک جای میکنه. فیرکموه جمیعا پیوست میسازه یا چی میکنه؟ توده میسازه جمیعا تمامی از یاره. فیجعله فی جهنم. کل شده کجا میبره؟ در جهنم. آمارگیری شوانه که چقدر کسا کشته شده یا دروغ میگه. آمارای اصلی واقعی خدا گاهی هم بیان نمیکنه که در کدام سرحد کشته شده. کلش در جهنم.
اولئک هم الخاسرون، اینمی مردم ها تاوانیسته کم در دنیا در دستشان یک چیزی آمد روسی قدر مصارف، یک قدر تاوانا، یک قدر چی را کرد. فاولئک چی شد؟ هم الخاسرون، تاوانی شد. روس افتاد از گپا، در مابین خودش جنگ و جدل شروع شد. امریکا هم یک روز می رقم میشه. چرا؟ اولئک هم الخاسرون. در آخرت خوبی از او کافر است. قل للذین کفروا، بگوی پیغمبر علیه السلام برای کسانی که کافر هستند، ینتهو اگر قرار شوند از کفر و شرک خود ایمان بیاره، یغفر لهم ما قد سلف، بخشش برشان میشه و گناه ها جنایاتی که پیش تیر کرده. چقدر احسان بزرگ الله متعال است. در دین مقدس اسلام دروازه برات باز است که بیا نکو دیگه، تا که اینقدر زد بازی میکنی. و یعودو، اگر یا باز بگردن به سوی شرک خود، به سوی مخالفت پیغمبر، به سوی جنگ در مقابل پیغمبر، فقط مزد سنت الاولین، یقینا طریقه و روش مردمای سابق پیش تیر شده که آخر انجام الله اینطور کفار چی کده؟ به مو سرنوشت شومش مبتلا کرده شد. قطع خود خیر نبرده و نه کامیاب شده، نشوه، باید سنجش بکنه. اگرچه آیت در مورد کفار است که الله متعال دعوت میده که بی از روی تفکر و تأمل این دعوت بپذیره، نشوی باز روی مخالفت پیغمبر در جنگ و جدل اقدام نکنی. اگر میکنی از ما سبقه باید درس بگیری، عبرت بگیری که چی گپاست. اما برای ما و شما یک نوع هوشدار است. اگر مسلمان رای مخالفت در پیش میگیره، در گناه ها خواب مستغرق است، روان است، از پیش خود میدوه، الله متعال میگه که نکو دیگه، دوش نکو، بس از همی قدر دور بخو که الله متعال ما سبقیت معاف کنه. اگر نیکی نمیشی میدوی همی قسم میدان کلان دیده ای، روش سابقا برات معلوم است. یک دم گرفته میشی در موقعی که هیچ فرصت برای چی توبیت موجود نباشه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، او طرف خواره دعوت داد. کسی اسلام عیب لگانده نمیتونه که اسلام برای مردم کشی آمده. اسلام دعوت داده. بی عقلا ما شما فیصله میکنیم امون نظامی که کلید تو جور کرده او را بپذیریم یا اون نظامی که الله روان کرده که خالق کل آسمان و زمین است او را پیروی کنیم؟ کدام میشه؟ از الله را. تو آمده رو ایستی میگه نه نظام مرا بپذیر، من میگم نه، تو هم یک انسان هستی، من هم یک انسان، نمیپذیریم نظام الله را میپذیریم. خیر چرا توی کار را میکنی؟ اسلام همونطور نمیکشه. اسلام از فرارای خود مزاحم و موانع را دور کرده است. حکومت‌های طاغوتی مانع برای اقامه حدود الله است. حکومت‌های طاغوتی مانع برای چیست؟ برقراری حکومت اسلامی است. از او خاطر بعد قطعش جنگ شود، وگرنه اسلام دیگه کسا اگر کافر در مملکت اسلامی قانون عمومی اسلام بپذیره ولو در دین خود باشه، گذاشته میشه یعنی که کشته میشه؟ گذاشته میشه. اسلام با قتل و قتال چی نداره. اسلام آن چیزی که مایه فساد است او باید از بین بره. او کدام است؟ اینمی طاغوت بودن، طاغوت جور کردن. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، جنگ کنی امرای ازوا، جهاد بکنه حتی لا تکون فتنه، تا او وقت جنگ کنی که باقی نمانه فتنه، شرک باقی نمانه، فساد عقیده باقی نمانه، مکمل نظام اسلام شود. در این صورت باستن موضوع برای مکه بر میخوره. چرا؟ در اونجا در مکه دیگه یک شرک باقی نمانه. الله متعال جزیره العرب گفته بود که شرک باقی نمانه، خلاص. اونجا که هر کس است غیر از مکه در دیگه جا اگر کسی در دین خود است اما قانون عمومی اسلام میپذیره، امن برقرار میشه، هیچ گپی نیست. اگر مراد از فتنه شرک بگیریم تنها مربوط کی میشه؟ مکه. اما اگر فتنه عبارت از به زور گردانیدن مسلمانان به سوی چیست؟ بگوی کفر، به سوی بیدینی، باز در این صورت کلی سرزمین شامل میشه. مسلمانان سرشان فرض است که در یک نقطه جهان اگر مسلمان تعذیب میشه، شکنجه میشه، تو مسلمان سر جهاد فرض است تا که اونمو تعذیبات چی شود؟ از بین بره. بله اگر اون تعذیبات توسط یک گروپی مسلمانان از بین رفت گردن تو خلاص میشه، اما اگر از بین نرفت تو هم شریک هستی. در برما مردمان زنده را درد دادن یا ندادن؟ درد داده رایسته. حالات در سوریه حالات ببینی. این شکنجه هاست برای چی؟ بگه برگرداندن. یک. دوم ترجمه.
و قاتلهم جهاد کنی امرایشان حتی لا تکون فتنه تا که باقی نمانه. ای مسلمان ها تخته مشق و تمرین برای کفار تو نشوه که هر اسلحه را کافر میاره سری مسلمان استعمال کرده رایسته شما جهاد کنی. و یکون الدین کله لله باشه نظام کلش برای کی؟ حاکم برای الله باشه حکمت الله برقرار شود. جهاد برای برقراری حکمت الله است. بعد پس حکمت الله خدا برقرار نشده جهاد روان است. فإن انتهوا اگر قرار شدن مخالفت دین نمی کردن فإن الله بما يعملون بصير یقینا الله متعال با آن چیزی که انجام میده خب بیناسته. اگر با اخلاص و صداقت میاد این نظام شامل میشه الله عزت برشان میده. اگر نیک روی منافقت میاد اورم الله میدانه. و این تولوا اگر اعراض میکنن نمیپذیرد دعوت و با دین اطاعت نمیکنه فعلموا بدانی ان الله مولاکم دی فکر نباشه که واخو اسلحه زیاد داره تعدادش زیاد است نیروی قوی داره نه 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 این حراس مانع جهادتان نشوه بلکه چیز یقینا الله متعال مولاکم انتظام کننده شماست سرپرست شماست کارساز شماست کار شما را الله جور میکنه. نعم المولا بهترین کارساز است الله متعال و نعم النصیر بهترین امداد کننده است. یکی نعم المولا برباد نمیشه کسی که مولایش الله متعال باشه. چرا انتظام تو را الله میکنه پس قطعا برباد نمیشه. و نعم النصیر کمزورم نمیشه در میدان جنگ و جهاد به خاطر که نصرتش کی میکنه الله متعال میکنه. از او خاطر مسلمان باید جهاد خود ادامه بده وسوسه های شیطانی مانع چی از او نشوه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.